حالو کاکا تو نمیگم من فایدهت میگم هیچ که به خوبی تو شما نمیفهمی دیگه. چی کردی میگه؟ لیاز مادر جان نباشم لیال ما بر سر خوشگری میکنم. تو خود گمش بیز نام در سر تا زریور هستی. زریور بیاز اینو متکارم میکنه. می خارج یکی دیگه پدرت مجبور بساز که طلای مادرت سودا کنه مصرف رایت بده. اگر بیسا به خانه گفت زده شده که خانه فروخته شد و که از خانه برای من حق من میگیرم من میبراید میرم. دلتان که سر بالا رفتین دلتان که سر پایین رفتین. سلام علیکم آقا هستی؟ بله هستی گفتم آقا جان. کجا بودی تا باز؟ در میبلو بودم من. تو گفتی من رفتم؟ نه کجا بودم در شده بودم من قید کرد. مطلب پدر مادر اذیت بکنین دیگه کار هستم ساخته نیست. نه خب هم نکنه شده اذیت کنیم باش که آمدم آقا گپ مهمه که میخواستم بزنم من. چی گپ؟ آقا من میخوایم بریم خارج. کجا؟ خارج. از چی وقت پتر خارج دیدی؟ خب ندیم آقا گفتم بریم خوب است. چی کنم دمیجه؟ دیگه چی که دیگه وارد خارج کنی؟ حالا آقا بیادم که دوان کردی خارج. من چرا دوان نمی کنی؟ حالا من بچه دستم یا نه؟ بچه مستی پیش پدر و مادر اولاد تفاوت نداره تومن نداره در او وقتی که او خارج رفت وضع زندگی ما شما خوب بود شرایط خوب بود رفت آمده ساده بود آسانتر میره مصرف کمتر یک نفر به خارج میرسید حال تو اوضاع رسه که تو حالا از چی روانت کنم؟ از کدام بودیجه روانت کنم؟ حالا آقا من از بیادم چی کم بودی دارم؟ چی کمی دارم من؟ اگه چیز کمی دارم بگو چیز کمی داری اگه دست نیست پای نیست کار نمیتونم که بگو نمیتونی که خدای نیست کار نیست ایجا نیست کار ما خیلی متوجه گپ من نشدی مثلا سر کمبوتی نیست سر کمی و کاسی نیست که تو کمی داری او نداره او داره تو نداری من چند روز دیگه زنده خاتماندم من برای کی میمانی مادر تا برای کی میمانی آقا خدا برید خارج برید خدا 100 سال زنده داشته باشتون خدا اقل من خلاص بدم بدرد شما میرم اقل است وضعیت که شما بدم آدم میتونیم همین اون شرایط لالا این کار میکنه به خرابان میکنه با ینگیم دوام میکنه و هم کلش به خود میگیره من نظرم که انداختیش دادم تو صبر تو چوب تا بگی تو چند نفر گفتیم پیش بزکی نکو از گپ نمیشی ها بازم کنیم چند نه خب باشه یک دفعه چی پس وقت میخیزی که دیگه من دیگه پیش بزکی نکنی حال من کجا پیش بزکی کردی؟ چی بشی؟ جایی که مشتگی بودم سلفیت کامل اول از من اجازه میگیری ببخشید سر به خدا من این دفعه خب بار اول دیگه دفعه اجازه میگیری با سلفه میکنی سایسته عبد کردیم مگه این سلفه دکنون خشک میسازم امیال خوش شده او نیست که بخوری نخوشه سرگپ من دلیل نگو مثلا ما کی میتونه بخواه مثلا ما کی بتقی روزی را خدا میته من منتظر از این نیستم که لالای بر ما روزی بته یا تو بتی یا دیگه بته نه خب حق داری نکنین سر موضوع خودت ما به خاطر فایده خودتان میگم من وچه من فایده خدا و نفس خدا همه را گپا رو میفهم اما فعلا شرایط از این نیست که شما را از خود دیگه دور کنم آقا کوشش بکنید که در این وطن خود سرتان خم کنید همین یک کاروبار براتون جور کنید از مریضی و جوری ناجوری ما و مادرت با خبر باشید
آقا من گفتم خودم گفتم من دیگه چه نمیفهمم منم روان میکنی از من میگه خود این گپم است او بچه پیش بیا خیلیت از کوکا میفهمی؟ اینی جمعه خان این کاکایت میفهمی؟ این جمعه خانم میگم شیربازه چنان با آرامی راحتی خارج روان کرد نه آرامیشو میبینه آلین لیباچه دیگه فهمیدی امروز سبا میکنه من این فهم چرا یه در بین بچه خود فرق میمانه یکی دیگه اینه این بنا میزنه کاکایت نیک بخت است خودش یک بدبخت است که پشت قصه نگرد من چون البته بودم چیزی فهمیده بودم میفهمیدن که اون بچه اوجا پرسته پیسه برشان روی میکنه خب یه دیگه خود چرا این رقم میکنه سک چه حالا نخواه قریبه که چت خانه بفته آلما عمره بیم خانه چپا نکنه خانه موتو خراب نشه یک کمی فکر بکو هر چیز به احساسات نمیشه که فقط تو تصمیم گرفتی و همون ساعت همون کار باید صورت بگیره آقا من گفتم من کار ندارم من روان میکنی خارج و ما تو این بیادر من چی دخم شله بودی که روانش که خارج حال چرا من روان نمیکنی بچه من آمدم اونجا تو چی گفتم بانن کمی آرام زندگی کنیم هیچ شما را همی آرامی خوشتان نمیاد آرامی زندگی میکنیم ما در بیادرم چند روان میکنه خود زیاد روان کنه 300 400 ما از که بالا روان میکنم باز او که روان میکنم 2 تقسیم میشه 1 تقسیمش میشه 1 تقسیمش میشه قربان خدا شم هر دقیقی که کاش با ما بنداشت جلانه بسم الله خواستی؟ نه بخیر از گپ وی خاک در تقدیر من بخیر تو خو برده خوالم پدرت بیادرت از سکندر خارج روان میکنه ای تو چی میگی؟ سکندر خارج روان میکنه؟ نه مرا رایی میکنه حال از کجا کنیم که اینطور روان کنیم قسمه که بیادر من روان کردین شدگی ما کار ندارم قرض میکنین وام میکنین هرچی میگین با من روان کنین از ما خود این گپ میگپ است باز که روان نکنین من باسه کنین که من چی میکنم من حال من دمو کجا راضی بودم که امو بره حال ما کدام مادر خوش داره که اولادش از دور شود ما کار ندارم مادر خودتون نفهمی کارتان با ما پیدا کنین دیگه پیسه خما نداریم میگم خانه رو سودا کن چی؟ خانه رو سودا کنم؟ حال خانه نداریم دیگه خیام شل است دیگه خس کجا این کنیم خانه از ماست شخصی تنها از ماست این خانه 3 قسمت میشه زن از 3 قسمت 1 قسمت چی برای تو میرسه باز گیرم امی کارم کردم همون پیسه رو داد میره رفت این که میرسه یا نمیرسه به خدا معلوم تو در کجا زندگی میکنی؟ در خیمه زندگی میکنی؟ امی کار این فامیل در یک جده خیمه گذاری تان میشه چاره کدام میتانی؟ چرا کوتا فکری میکنه؟ چرا فیصله نادرست میکنه؟ نامم بیادر به تیباتت نیست سکندر چی گفته خارج روان میکنه او را؟ کمک ها و جریان دارم من چه خبر دارم تو اینو میجرم تو بشی روز تا بگار خو دیگه که قسم نداری تو با چشمای دیدی؟ با گوشای شنیدی؟ اونو دیده اونمو خانه صداش میاد که میره رایی میکنه خارج پدر تا میفهمی چی میگم بچه براولنت میکنم مادرت میفهمی چی میگه پیسه جور میکنم با ما پیسه نیست با زن بیادرت با بیادر مجردت بدگاه پیسه است تو اینم تو شوله شو مانده خو برده عالم بشیره میجه بچه قرار سرت در موبایل خانیت خم کو متوجه پدر و مادرتان باش متوجه برادرتان باش متوجه خانه‌ام باش آقا من گفتم باز که من روان نکنین سعی کنین که من چی میکنم اون سال اون مسئلات باز چی میکنیم حالا اختار میتی مرا اختار نمیتونم تو آقا خدا نکنه اختار بفرد باز اون سال اون مسئلات گپ میزنیم باز چی کدام میتونی مثلا دلت هر کاری که میکنی برو بکن خب سکوتی اولاد داره که تا کدام سرت رسیدن یا چی کنیم از دست یا من تو نگفتم که گپای خراب بزارت نبرویه ها؟ خیانه گفتم خب گفتی خیانه گفتم اینه چی؟ گفتی خانه چپانش بذار من چند چند میفهمی. لحظه سردی چند سردی خورد کنم جدینش کامل شیر آمدی بابا میشه بیا پس در جای تو بان کوکابوزی من روان نکنن واسه که من چی میکنم مک باز خودم یک طرف میدم مک چی میکنی؟ خودم یک باز میدم کجا میری؟
باز ببین کجا میرم پرم بخیزیم یکش بعد میکشم. خالی سینما پامی نیست که بری. زن سندان بیادر سکو سندان آقای سکو سندان ننیت یک چیز ازید پرسان بلای زن همین قیافه از امو به خارج میخوانه یا از ما؟ قیافه چی میکنی؟ تا لیره بگو مقبولی که ما داره مثل صورتی که ما داره مونه داره عکس ما باید در پاسپورت سرخ زده سر از شود اون سوس صورت که غیرت و جرات نداری عکس برو ما باید در پاسپورت سرخ زده شود اجدار رو میره میلال هم چطور دفعش داره؟ من با این قسم تو باشتو چی شده؟ یه اومده بیخی لحظه به لحظه آدم اصاب آدم شد. آقا جان السلام علیکم. و علیکم. چی خیرت نیست؟ آقا جان ما چی بدی کردیم بر شما؟ کدام کار گفتی نکردیم برات؟ اینه تو بگو برای من. این گپ دیگه باز از کجا پیدا شد؟ گپا از خودتان میخیز آقا جان. حالا میگم ما چی بدی کردیم بر شما؟ خوب باشه. شف نه شفتالو چی گپ است؟ گپ تا بگو. مادر تو رو میگم ما چی بدی ما کردیم چی برات؟ بدی کردیم؟ ما چی نیکی کردیم؟ چی گپ شده بچه؟ در سرتان کردی بدیتان کرد نیکیتان. اصلی گپ تا بگو مطلب چیست؟ خلالای ما چرا خارج رایی میکنی؟ مرا چرا روان نمیکنی؟ ما اولادت نیستم. حسن به خدا من دیوانه میشم که تیزی اولادای تو. یاره بفهمان. ویش میاد یک دفعه گپ میزنه اختار میته ایش میاد دیگه اختار میته یا چی خو دیدن؟ خب بچه چی حال است؟ گاه یکیت میگن گاه دیگیت میگن حال نانا جان او را خارج رایی میکنی من روان نمیکنی؟ حال کی را خارج کسی روان کرده؟ او نه بیکاری ناکاره روان میکنین من روان نمیکنی من هیچ اولاد تا نیستم. با بچه زیر مشت لغتم خدا نپرتو. ایره روان میکنی او روان میکنی. یعنی پت روان میکنی؟ پس که رفیش چی میکنیم گرون در فرقش میزنم. خیره آرام باش بخه حالا آقا بچه جان پت روانش میکنی؟ بخه بچه برو بخه برو در اتاقت گپ نمیفهمی؟ هم خودم زن نظرم. خب به خدا قسم آقا جان که اگه بفهمم روانش کردین از میدان اوی دست گرفته پس میاره میشه. گفتم از نظرم بخیر خودم آقا گم کن خدا. قاچاقی میرم آقا خدا میکشم روانم نکه که خدا نکشم خدا میکشم. هیچ کدامت آدم نمیشه. بری کجا بری؟ کاکا برو معلوم میشه کجا میرم یا نمیرم. کاک فیلم بانشون میرم. لالا چی میگی تو؟ باز میبینیم که آقایم کی رو روان میکنه. کجا؟ همون جایی که گفتی. خود تو بود سیست دیوانه شدی گمش کن. چی بلد؟ آیام با ما دیوانه شده این سازی چی گپ از نشم؟ کجا را میگه سالی؟ والا اگه فهمت من خود دیده یا نه یادتان حزم سفر دارین میرین؟ پس یاولی دیگه خالی میشه. حتما کاکای مورا واده کده ایره همه گپ داد. کلا درستی نمیمانن انشالله در موتر گلپوش میشینم. مستی کار باز میشه. حالا چی شد سر صدا داشتی؟ ما ببینیم که چه رقم روانش میکنه. ما مرده باشم که او رو روان کنه. و تو روان کنه که یک چشمت خنده کنه دیگهش گریه. تو خب بیا زنم تو پس مانده هستی دینه میجا. پس مانده چیستم؟ من خمقه میفهمم چیزا نمیفهمم. چی رو نمیفهم مثلا؟ انگلیسی رو نمیفهمه. از من که پرسان کنه بگه my name is میگه my name is رستم از قلعه نجارا. از قلعه نجارا. خب my name is انگلیسی از قلعه نجارا. او میفهم زبان مرا او میفهم از زبان از وارا میفهمم. خب برد گفته؟ حالا تو خب گفتی که من دکتر گفته که هفته برای مرقه میشم. باز خارج که بری مرقه نمیشی اونو او رو رایی میکنه سکندرخانه. در نقچه ما دیدیم اونجا کلان سایه میباشه خارج. هیچ هفته اون سوجا بسیار بر من خوب است. در چی دیدی؟ در نقچه. در نقچه گوگل هم دیدیم. تو دیگه حالا خارجی ها بار از ما دیپارتمنت نگی. من خودم آدم به جای رسیده هستم میفهم کل چیزه. چیستی؟ به جای رسیده.
گفتم که به جای رسیدستی که پسماندی بیادرت برد میرسه. کالا از بیادرت یک ذره کوتاه یا دراز برآمد بگی رستم بپوش. یک ذره اگه خراب بود رستم میخوره. اگه یک ذره تو بود رستم تو میکنه. باز تو به جای رسیدستی. ما چرا قمیزن برد رسید؟ نو پرابلم. قناعت نیست. خانوادگی شما دیوان است. شت اپ. چی گفتی؟ چی حال هستک؟ من میگه حوصله کو زودتر به کدام یکی از این حوصله کنم هر کدامش من دایدان اختار میته دیگه اول خانه رو در بیرون روان میکنه من که کدام از این گذاره کنم حوصله کنم از اول گفتم که نصیحت کو و سرند خانه ما در اینجا رسیده میگه از به اتفاقی او در کوزه خوش میشه مادر این چی وضعیت است؟ چی حال است؟ یکی خواهیم درس ما بیخی بارا میخوانده نتونستم یکی سر ما درد گرفته تو کجا بودی تا بالا؟ ما داشت بس خانه شیشته بودم چی میکردی؟ هیچ این فکرم از زو فتر آرام نیست بخیر برو از پشوریم یکی تو بیخی بر من غم جور شدی من بار این درس خدا بخوانم یک همی پس مونده بود یا هم گپ زد ما چیم کنیم دی خش چینده چی چینده ما بالا چیم یقا بگذاریم گرم گسته بیارم چیده چینده دیم چیم لالا خیرت تو چیز تو کو میتونی بالوش کو بود بکس نگه تو بیار نجاتش میگی این بسته کو کمرون بیاریم آخرش خب از سیز تو دیگه بیار اون بسته کنیم میشه جی هستی خلیفه تیز بیا دیگه کاستاست می فقط نان نخورده باشی مانده شدیم لال نفس ما برآمد بیا گپ نیست من دیگه روز لگید رفت میشه باز خانه بدی بیا بانشین میجا خالتا رو بگیده باشه یا شیرش اینجا بانشه باش که بسته کنم از با قایتا کشتیر کن لالا آمد من قایتا کشتیر کنم گلش این تکلیده پایینش کنم بس خلاص این دیگه باسه از دیگه چیز خونه مونده نیم شاید یکی تا باکس بود باز دیگه سا بزرگ خلاص کردیم گلام جمع شد دیگه نه بریم خانه تصمیم کردیم بریم اساس بخیر بله سلام خوب استی صد خوب نه دیگه چیز ما نمانده اونم بکس که بود امو را گرفتین خب حرکت کردین نه دیگه چیز نمانده دیگه بیاین خیر حرکت کنین بخیر باش خیلی پدر جان شما پرسان کنم که از یه چیز نمانده پدر جان شما میگه چیز نمانده در او خانه کی میگه؟ رستم نه بگم او چیز مادر جانش نه مادر جانش نه پلیس خود جمع کرد هیچ چیز نمانده بیاین دیگه خیر بخیر حرکت کنین برو خداحافظ خیر بخیر چی گفتن؟ مادر جان رستم بود گفته چیز نمانده دیگه اونجا گفتم نه نمانده فقط اونم بکس است اونم دیگه حرکت کردن میاین با خاطر زنگ زد که دیگه چیز نمانده گفتم نه خدا کنه چیز فراموش نشه که با سرگردان نشیم نه دیگه گفتم یک بکس که مانده بود گفت اونم وسایل دم انداختیم این حرکت میکنیم میایم دیگه از خاطر زنگ زد گفت پرسان که از مرجان پدر مادرم که دیگه چیز نمانده حالی شما جای شدین کارا ما را چیز کردین درست کردین فرش کردین کلی جای
بله پدر جان، کل جای که کل چیزا را منظم چی میخوال اتاق ما معلوم شود که کدام اتاق مست کدام اتاق ستاره معلوم شود. جمع هر کس در اتاق هنوز عرقای پای ما خشک نشده. یک ذره حوصله بکنین باش که ما بچه‌ام بیاین کلشون همینجا باشن. میفهمین که اونا هر کدامشون یک منتظر یک بهانه هستن. یک جنجال جور بکنن. همینجا کلگی بیای باز سرزی مثلا گپ میزنیم. صحیح درست است پدر. هر دیگه کوچکشی قرار داره تا یک مادم جمع اول نمیشه که دیگه. چیز واضح هنوز است. یک هفته شد کار. راست میگی. میشه بخیر راست است. کاکا به نظر تی اولی از که خوبش نیست؟ خوب کلان است. بکسیشون خوب کلان است. حالا خب چی گپ از دیگه؟ از او اولی را کرایش گرفتیم اینجا میتیم. اوجا خب از نفر شاندیم. من در فکر خود هستم یا کاش که فامیل من یک نفر حساب کنن. من برای یک فامیل 9 نفر 8 نفر حساب میکنن. مونا تو چه هوشیار میشی؟ اوگارم کدی. ای فقانان و ای فقط خرج که ما سر تو کردیم. ای فقط پرورش ما که ما سر تو کردیم. حالا خب چرا؟ هم قگپا یا نمیفهمی؟ درد من دینی میز. یا خب من یک نفر حساب نمیکنن که یک نفر حساب کنن. تو از درد دل من چی خبر داری؟ باید از خیلی گپ بزنی که تو بیادر دیواره. هم بیادرم قبول کنه. نیکک قبول میکنه. دردم کسی از فامیلی از او زن بیادرم است. مادر شما چطور سی خانه خوشت آمد؟ به خدا خوبه جایش کلان کمی راحت تر است نه؟ از اینجا اونجا خانه اگر مشکل خود داشت؟ از اونجا خورد بود. خوبه. به خدا مادر یک گپ براتون بگم. چی بچه؟ اونو خانگه که کنج که نیست نه؟ هم گوش است هم خوب است. همون به درس خواندنم خوب است. همون من نگیرم. باش بچه من از پدر تصمیم نگرفته باشه کدام اتاق به کی بده. طلا جان خیمه و بیادر در کجا باشیم؟ در بیرون خیمه بزنیم یا در بام بشینیم؟ همین در فکر خود است. حال باز دعوایتان شروع شد. او خانه خو میگفتین خورد است و ییز. ولی کلان است صبر کنین یک عالم خانه است اینجا دشت و دریا. حتما به کلتان خانه میرسه. حال دعوا نکنین در جای دعوای شما شروع است. مادر دختر در جای هم درس خدا میخوره معلوم نیست که ماشم بخواد کجا رسید. خیر دیگه. درس گفته خوبی خدا کشت. یک مسلمان هم پیدا نمیشه که بیای بگیریش درس خونده. سرشانه تو خودش اشتیم در خانه پدر مادر مست. معلوم است که سرشانه ماستی. بس کنین دیگه. باز شروع کردین. آمده سر دست نیست. کوکی کجا گفته که تو شوهرت کار میکنه کلامدی گپ هم میزنی. آرام باش دیگه. ولی ضرور است که سر هر گپ شما باید بگو مگو داشته باشید؟ ما چون پدر دیگه اینمی سنتیت کتی آدم خدا میزنه. یک ذره حوصله داشته باشین، بردباری داشته باشین، گپی که دیگه تون قبول بکنین. ولی یک 5 دقیقه خواهد چوب گرفتین گانگار میشین. حیفو معمولی اولادا چی کنم؟ یکی گپ دیگه خود برداشت ندارن. ما چون پدر جان اگر میره صحیح تربیه میدادی عالی رقم در مقابل خانم بیادر خود زبان نمیکرد. بچه تو خود تربیه صحیح شدی. تو آرام طبیعی. مادر ما عروس هستم. تربیه گپ میزنه. ما عروس هستم دیگه. عروس هستی؟ عروس هستی خیلی دیگه هر چی که از دانت برآمد بگو تو عروس هستی بی تربیه شو. ستاره؟ بله پدر. بچه مادر متوجه لهجه خود می باشه. فکر که یه هم مادرت از خشوع حیثیت مادر مرد داره. حال پدر جان ما خب احترامیش نکنم دخترت ببینی که چی میگه؟ تو فکر در جای غم خدا میخوره. متوجه باش. تو فکر کن میمانت است. طلا میمان از این خانه. شاید یک روزی هم مثل که تو در خانه بختت آمدی هم در خانه بخت خود بره. باشه موصله کو. راست میگه پدرم. اینیم شما تو همیشه یکی دیگر رو میخورید. نشه که باز ما اول بودم بشیر جان. زنگ بزن اول بتی. میتم دیگه. اگه این وضعیت بکنین میتم دیگه. یا کسبت از کارت از تو خیلی دیگه کار نداری. که هیچ کس جور نمیده. بس کنید دیگه. نیست. وقتی که ما باشیم نیاز باید هیچ کس نیست که اول راست بتید. میگم مادر بس کسی کنید جور نمیده. احترام ندارن در مقابل خود چیشتی یا سک چیالا. موقعی ما تنظیم میکنم هر چیزه هنوز عرقای پای ما شما خشک نشده شما آمدین سر تقسیمات جنگ دارید. این میراث خانوادگی نیست سر جنگ میکنین.
یک ذره با حوصله کار بکنین، یک گپایی که دیگه تان گذشت بکنین، اتحاد اتفاق خانیتان نگاه بکنین. امروز نیست صبح بینیم دختر میرزه باز جایتان کلان بشینیم. کاش که زودتر برم مادرم. بشه که ما برم تره بس دیگه طلا اصاب ما خراب نکنه. زورم به آن نمیرسه به تو خود میرسه. اوی مادر دایی اخلاق از یک کدام کفر بیای پیدا شو بگیریش با مسلمان می اخلاقت بچه ما تره گرفتیم. دیگه حتما ورز جمع یک نفرم تو پیدا خود شد. او بچه شاهین صدا رو نمیشنوی؟ پای با نارکمه فقط پای دخینه است. کی است؟ باز تو بگه بکسای خورده بگه بچه کاکا نفس ما برم بیا جا کنیش تو کتا کتا یک دو نفرک آوردن. بیا خلاص اگه خبر است که با یه بکس آوردن تا سایکو. بیا باشه که کباک سر زیبان برو اینم از اینجا بانشه بیا سر زیبان آمدین بخیر. والده باشه بکس بر داخل دیگه حالا بخیر آمده. بخیر بشی چه که دیگه گوشتی آخه چی کنم؟ ماشی کاکا این بکس که دیگه بر داخل وی بگی فقط تو نفس من فقط چی تو گرفتی شه پانی دیگر سکندر. ما در جوانی های منی میره بوده تناق کاکا کل چی کنی نکردم. نفتی مساویش خلاص کردی من نفدم کوچ آورد بکنه وقت کجا آورد؟ سعی کن دیوال مردکه را خراب نکنی. بریم بیا ببینیم کاکا خانه بریم. باز باشه. اینی که نو بیادر چی میکنی بچه؟ کلان دواز بشید باید تبر ما که نباشیم هیچ کار بدلتان پیش نمیبری نه؟ این هم ایتونه برده کاکا. بانش چارغوه بیا که بانش ما بیا بر کاکا آمد. کش کاکا برو کاکا چی میکنی؟ کلان دمون نمیتونه گمش کاکا چی کنی که تازیا حسین بی گم شو فقط نان نخوردی. سایی که جنگ کنی آفدین چی گفت واخ چی میکنی او بیادر؟ پاشتو کسته؟ لالا این چی را روان کردی کتما؟ شاید کتم نبگیره ها کاکا نمیتونه گرفتن نمیتونه او بده. صدا کنه نشنوم. چاگر نبگی من خواه میگیرم مونده بز لست نمک من پای ما اوگار کرد خدا زد خودشم. مادر شیرباز اولادای تصاب مرا خراب ساختن. این مسئله تقسیمات زیاد زبان بازی کردن و چی میشه که بچه آمدن؟ آمدم. تلا دخترم برو بیبی که بیادرت آمده که موضوع تقسیمات فیصله کن براتون که مرام جگر خون ساختن با شما هم جگر خون میشین کردیم. حالا تو چه بیبی کجا هستن؟ صدا شد کل شد صدا خوبی هست. یه چی حالا؟ نیستن یکیشون؟ کاکا بخی که چیز از تقسیمات است لالا چی؟ چی هست اون دختر؟ تقسیمات است چی؟ تقسیمات است چی لالا میگی؟ بیا که تقسیمات است چی میگی؟ حالش چی هست؟ چی گفت است؟ حالا چیز پدر میگه بیاین که تقسیمات است چی پدر میگه این صدایتان بچه ها؟ ببره. تقسیمات است کاکا تقسیمات است. حالا خب یا الله الله خیر. چی گفت است؟ خیلیت است؟ چون روز شما؟ یادی خدا بیایی بشین بیایی بچه ها بشین آقا سلام علیکم. و علیکم
تنجرم چه روز انداختیم اولالا صدقه چم همین متعیلا را خوردی حالا ما مجرد کجا بریم؟ جان بی‌حوصله هستی در هر چیز تو بی‌حوصلگی میکنی خوب گوش بگی روزی که من این خانه رو میگرفتم یک هفته پیشتر آمدم خانه رو دیدم آمدم باید مشوره کردم حالا خراس میگم حالی خیلی کجا خوش موندی به کجا باشی نه از خدا نتونی چشم گرگرد تا گرفت بکش مگه میگم چی هستی خواهی نگه دیگه جایی نیست اگه نمیشه جور میکنه بخواد ای سکندر بچش کارت خراب است که خوب صحیح سعی که تو لالای ما سعی ساعتش تیر از دخواد ما سعی که در زرنگ بعد خود جای جور کردیم دو تا 5 تا دقیقه که شیشتا میال دی طبیعت معیشت داره پدر طلا اینجا هنوزم برمو بس نمیکنه اون بچه رسیم که دولی بای برادر تو شاهینم جای نمونده